صبح بخیر روح زیبای من. امروز یک روز کاملا تازه به تو داده شده، پر از امکان، پر از قدرت. قبل از آنکه چیزی آغاز شود، به خودت برگرد. این لحظه برای عجله کردن نیست، برای به یاد آوردن است. تو فقط به یک روز جدید بیدار نمی شوی. تو به یک واقعیت تازه بیدار می شوی. به یک فرکانس جدید. به نسخه تازه از خودت که از قبل در میدان هستی وجود دارد. لازم نیست دنبال معجزه ها بدوی. فقط کافی است با آنها همراستا شوی. و اینجا نقطه شروع است. چشمانت را آرام ببند. یک نفس عمیق از بینی بکش. بگذار ریه هایت، شکمت، قفسه سینه‌ات پر شود. لحظه‌ای نرم در اوج نگهش دار. حالا آهسته از دهان بازدم کن. بگذار شانه‌هایت پایین بیایند. فکت را از انقباض رها کن. بگذار بدنت نرم شود. زمین زیر پایت را حس کن. محکم و حامی. هوای اطرافت را حس کن. لطیف و زنده. سکوتی را که در درونت در حال رشد است احساس کن. دوباره نفس بکش. آهسته، راحت، در لحظه. و با بازدم سنگینی دیروز را رها کن. توجهت را به ستون فقراتت ببر. حس کن با نرمی کشیده تر می شود. بدنت را در حال رسیدن به تعادل احساس کن. تو چیزی را مجبور نمی کنی. تو اجازه می دهی. تو به یاد می آوری که سکون و حضور کامل چه حسی دارد. حالا توجهت را به قلبت ببر. اگر حس خوبی دارد، دستت را آرام روی سینه‌ات بگذار. گرمای زیر کف دستت را حس کن. ریتم آرام زندگی را که در تو جریان دارد احساس کن. اینجا مرکز توست. اینجا جایی است که معجزه ها آغاز می شوند. نه از زور، بلکه از احساس. از قلبت نفس بکش. عشق را دم بگیر. مقاومت را بازدم کن. همین همه چیز را تغییر می دهد. یک نفس عمیق دیگر بکش. لحظه‌ای در اوج نگهش دار و کاملا آهسته بازدم کن. آرام آرام آگاهیت را به فضای اطرافت برگردان. سطحی که زیر بدنت هست را حس کن. هوایی که پوستت را لمس می کند حس کن. سکوتی را که حالا در درونت زندگی می کند احساس کن. انگشت‌هایت را تکان بده. انگشت‌های پایت را تکان بده. به آرامی حرکت کن و به اتاق برگرد. تو به همان زندگی قبلی بر نمی گردی. تو با ارتعاشی تازه برمیگردی. متمرکزتر،
حاضرتر، توانمندتر. وقتی چشمانت را باز می‌کنی، با انرژی کسی باز کن که انتظار معجزه دارد، چون امروز آنها از قبل در راهند.